خیلی خوش آمدید خانواده های عزیز و معظم و معزز شهیدان. حق بزرگ شهدای شما حقیقتاً توصیف ناشدنی است. خیلی عالیه، با همین فرمون ادامه بده. باز هم از همین چرندیات بگو، خوب داری خرشون میکنی. انشاءالله که این جلسه ما که با حضور شما با نفس گرم این برادران منور شد توی این دخمه تاریک منور را خوب اومدی. روده درازی بسته، برو سر اصل مطلب. الان دردمون درد ریزشه. یه چیزی بگو این بسیجی ها یه جوری بگیرن. ای بابا، با این ضربه هایی که خوردیم و این فک آویزون چی بگیم که اینها باور کنن؟ اقتدار ولایت باید نشون بدیم. ما تنها برگمون قدرته، هر کی نمیخواد جمع کنه بره. راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این رو هضم کنند. باید قوی شد. زرشک، با قدرت که قوی نمیشیم. حرف رو عوض کن. الان امنیت بیت رو هواست، اینو بچسب. یک نکته مهم در باب امنیت، دچار ترس و تردید نکردن مردم اینه دیگه. بخواه زدی، درد اصلی همین ترسه. بعضی ها با خبری که میدن، با تفسیری که از وقایع میکنند، در مردم تردید ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. باز خراب کردی. چه ربطی به تفسیر داره؟ بابا اوضاع قمر در اقربه. بسیجی شب از ترس کوکتل نمیدونه کجا بخوابه کجا بیدار شه. بابا ما رو زمین کشکم دستمون نیست. جای این روزها برو تو فاز امام یه خط و نشونی بکش، یه دادی یه هارت و پرتی. کسانی که در دل مردم اضطراب ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند، اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، تو رو مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی. بابا براندازا این قمپوزای بچه ترسون رو کهنه کردن. هر شب دارن با کوکتل امنیت روانی نظام و خطی میکنن. آره بابا، وضعیت انفجاریه. بسیجی ها تو فاز ریزشن. الان وقت این شلنگ تخته ها نیستش. اصلا ایده سخنرانی توی این شرایط ایده احمقانه ای بود. زود تمومش کن، بریم پی کارمون. و السلام علیکم و رحمت الله.